سرخط مهمترین خبرها: اتحاد اروپا از تاجیکستان خواست آنهایی که حقوق انسان را در بدخشان پایمال کردند به جوابگری کشد. بند 9 در کدکس جنایی: جزا برای آزار جنسی نابالغان سخت‌تر شد و گروه حماس 10 گروگان را آزاد کرده است. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرها در خدمت شما هستیم. امروز 29 نوامبر است. اتحاد اروپا از مقامات تاجیکستان خواسته است که گناهکاران نقض حقوق آدمان را در ولایت مختار کوهستان بدخشان به جوابگری کشند. درخواست آنها روز 27 نوامبر در بروسل و در نشست کمیته همکاری های اتحاد اروپا و تاجیکستان صدا داد. هرچند در اظهارات اتحاد اروپا پررو نگفتند، ولی ولایت مختار کوهستان بدخشان بهار سال 2022 شاهد اعتراض گروه از ساکنان و سرکوب آنها از طرف نیروهای تاجیکستان بود. در آن حادثه 34 نفر کشته، 10 کس دستگیر و به مدت‌های طولانی زندانی شدند. سازمان کشورهای غربی رفتار مقامات تاجیکستان را نقض حقوق آدمان می‌دانند. مقامات گفتند که این افراد عضو گروه‌های جنایی بودند. نزدیکان کشته شده‌ها و زندانیان در بدخشان همواره به بیگناهی آنها تاکید می‌کنند. اتحاد اروپا در نشست 27 نوامبر به ضرورت بهبود حقوق و آزادی‌های بنیادی انسان در تاجیکستان تاکید کرده، از بازداشت حامیان حقوق، خبرنگاران مستقل و بلاگرها نیز ابراز نگرانی نموده است. مقامات تاجیکستان در بیشتر از یک سال اخیر 8 خبرنگار و بلاگر را دستگیر و از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. چند حامی حقوق انسان نیز در زندان هستند. پاسخ نمایندگان تاجیکستان به درخواست و تنقیدهای اتحاد اروپا فعلا معلوم نیست. نماینده مطبوعاتی اتحاد اروپا روز 28 نوامبر گفت هیئت‌های دو طرف در مسائل‌های منطقه‌ای و بین المللی از جمله آب و انرژی، تغییر اقلیم، وضع افغانستان و تجاوز روسیه به خاک اوکراین صحبت کردند. پارلمان تاجیکستان تغییراتی را به کدکس جنایی قبول کرد که جزا را برای آزار جنسی نابالغان سخت‌تر می‌کند. بر اساس بند 9 به کدکس جنایی که ردیای آزادی به آن شناس شد، برای حرکت بداخلاقانه نسبت 2 یا زیاده شخصان بر علاوه به سن 14 سالگی نرسیده، گناهکار از 5 تا 8 سال به زندان می‌رود. تا این وقت برای حرکت بداخلاقانه نسبت شخصان بر علاوه به سن 14 نرسیده از 2 تا 5 سال زندان پیش بینی شده بود. بر علاوه زندان، دادگاه می‌تواند چنین شخصان را برای همیشه از حقوق گرفتن منصب‌های معین یا فعالیت‌های معین محروم کند. سال‌های اخیر خبرها از آزار جنسی نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود. از جمله قضیه تجاوز به ناموس دختری 12 ساله از سوی مردی 32 ساله در حصار که 2 سال پیش بحث‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. موضوع زمان داغ شده بود که دادگاه حصار گمانبر را اول به 5 سال زندان محکوم کرده، سپس بر اساس قانون عفو از سالار دادگاه جواب داد. در پی انتقاد زیاد دادگاه عالی این حکم را بیکار کرد. فراخ حسنوف، آوازخوان 25 ساله تاجیک، بعد پیروزی در طرح موسیقی نوکافسیومیست در روسیه به دوشنبه برگشت. 10 نفر شام 28 نوامبر به پیشوازش به فرودگاه شتافتند. او که پیشتر تنها در برنامه‌های محدود و شبکه‌های اجتماعی سرود می‌خواند و معروف بود، حالا عزیز اکثر تاجیکستانی‌ها شده است. فراخ حسنوف در صحبت کوتاهی گفت که چنین استقبال هواداران را منتظر نبود. برای آنکه مردم را معطل گذاشت عذر پرسید و همزمان اشاره کرد که هنوز درباره چگونه خرج کردن 5 میلیون روبل جایزه به خلاصه نرسیده است. همکاران ما اسکندر فیروز و امیر ایسوف هم به پیشواز فراخ حسنوف رفتند و این گزارش را آماده کردند. فاروق حسنوف، آوازخوان 25 ساله تاجیک، بعد پیروزی در طرح موسیقی نوکافسیومیست در روسیه به دوشنبه برگشت. 10 نفر شام 28 نوامبر به پیشوازش به فرودگاه شتافتند. او که پیشتر تنها در برنامه‌های محدود و شبکه‌های اجتماعی سرود می‌خواند و معروف بود، حالا عزیز اکثر تاجیکستانی‌ها شده است. به واسطه برای پیشوازی فاروق آمدیم و باوری کامل دارم که در آینده همچون چهره نمایان جمهوری تاجیکستان ساحه فرهنگ جمهوری تاجیکستان و بخصوص شهر دوشنبه را معرفی می‌کنم. فاروق حسنوف در صحبت کوتاه گفت که چنین استقبالی هواداران را منتظر نبود. برای آنکه مردم را معطل گذاشت عذر پرسید. وی همزمان اشاره کرد که هنوز درباره چگونه خرج کردن 5 میلیون روبل جایزه به خلاصه نرسیده است. فاروق نشان داد که مردم تاجیکستان، مردم تاجیک، مردم تمدن اوریایی هستند، هنرمند هستند و وقتی که مقصد میگذارند و مقصد خود رسیده میتوانند. خود فاروق حسنوف پس از چند لحظه پیروزی توسط تلویزیون روسیه گفت که دنبال آرزوهایش به صحنه بزرگ به این کشور رفت.
و نشان داد که توجیکان فقط بیناکار نیستند بلکه هنرمند نیز هستند. ظفر عبدالعلیمов عضو داوران طرح موسیقی نوکافسیو میسته برتری فروخ را در مقایسه با آوازخوان‌های دیگر آزمون چنین برشمرد. با همون خاریزما و همون قوه یعنی که انرژتیکی که فروخ میتواند به شنونده و به تماشابین رساند. این چیز رو هر کس ندارد. این استعداد است، این خداداد است. باری اول نیست که آوازخوان‌های جوان تاجیک در آزمون‌های بین‌المللی از جمله در روسیه اشتراک کرده بعضی از آنها پیروز می‌شوند. با گفته هنرشناسان با گذشت زمان فعالیت بیشتری از آنها کمرنگ شده است. همزمان این تنقید هم صدا می‌دهد که مقامات و مردم بعضی از ورزشگران و هنرمندان را بعد پیروزیشان در آزمون و مسابقه‌ها با شکوه استقبال گرفته اما زود به گوشه فراموشی می‌سپارند. گروه حماس در پنجمین روز آتشبس با اسرائیل 10 گروگان از جمله 9 زن و یک دختر 17 ساله را آزاد کرده است. گروگان‌ها روز 28 نوامبر به دست کارمندان صلیب سرخ رسانده شدند. به غیر از این 2 گروگان که شهروندان تایلند بودند به دست اسرائیل سپرده شدند. در نوبت خود اسرائیل از محبس‌های خود 30 فلسطینی از جمله 15 زن و 15 نابالغ را آزاد کرده است. با وجود این 8 کودک تا حال در اسارت گروه حماس میباشند. گروه حماس که اداره نوار غزه را در اختیار دارد از سوی آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی شناخته شده است. میان اسرائیل و گروه حماس از روز 24 نوامبر آتشبس عمل می‌کند. این توقف در جنگ با میانروی آمریکا و قطر به دست آمد و هدف از آن آزاد کردن ده‌ها گروگان از دست گروه حماس میباشد. در عوض باید اسرائیل محبوسان فلسطینی را آزاد کند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرمان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 29 نوامبر را فرا می‌گیرد. آخر نوامبر سال 2013 در تاجیکستان مرکز یگانه تستی تأسیس شد که امتحان‌های ختم‌کنی مکتب‌های همگانی و داخلشوی به دانشگاه‌ها را نظارت می‌کند. این مرکز با هدف پیشگیری از رشوت به هنگام داخلشوی به دانشگاه‌ها تأسیس شد و تا اندازه توانست به هدف برسد. فراهم شدن امکانی برابر برای داخلشوی برای جوانان دار و نادار و دسترسی به رشته‌های بودجوی تحصیل یکی از دیگر هدف‌های این مرکز می‌باشد. 29 نوامبر سال 2018 بنیاد معارف و علم و فرهنگ سازمان ملل متحد چکن یک نوگلدوزی ملی در تاجیکستان را شامل فهرست میراث غیر مادی فرهنگی کرد. فرهنگشناسان تاجیک میگویند اثبات شده است که رمزهای طاقه چکن خیلی قدیمی بوده. در آن 3 نمونه رمزی آریایی ثبت شده است. 29 نوامبر سال 1936 زادروز دلبر قاسیمووا یکی از معروفترین چهره‌های سینمای تاجیک است که در حداقل 10 فیلم نقش سیمای ملی زن تاجیک را آفریده است. او در فیلم‌های وقت زنگیری پسر، نصرالدین از خوجند یا شاهزاده زیبا، کوه آهنگر و قسمت شاعر نقش بازیده است. همسرش کارگردان روشن تورابکوف مؤلف فیلم آب از کجا میآید بود. دکبر سال 2006 دلبر قاسیمووا در دوشنبه درگذشت. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک‌های تاجیکستان به تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 123 سوم برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1089 سوم ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نویدی بامدادی به انجام رسید. خبر و ویدیوهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.